معرفی پک آیس ژل تدی توی این برنامه. برند تدی بعد از موفقیت تو تولید پک‌های 100 عددی لاک ژل به فکر این افتاد که پک‌های 5 عددی آیس ژل رو تولید کنه و همونجوری که از برند تدی انتظار میرفت با بهترین کیفیت و آلبوم این پک‌ها به دست مشتری میرسن. همونجوری که میدونید پک آیس ژل تدی 4 مدل داره و هر کدوم مخصوص یک کاریه. بریم با هم آنباکسش کنیم و ببینیم که برامون تدی چه سورپرایزی داره. این پک جذاب و دوست داشتنی که توی تصویر میبینید پک برند تدیه که 5 تا رنگ داره و از این مدل 4 لاین دیگه هستش. همونطوری که میبینید این سیلک ژل زده روش. بریم با هم آنباکسش کنیم ببینید چه رنگای قشنگی داره توی نور. باکسی که باز میکنیم جدا از بسته بندی توی باکسی یه دونه آلبوم آیس ژل خیلی جذاب داره، یه پایه فلزی برای آلبومتون گذاشتن که به صورت پیچی باز میشه و نصب میشه روی آلبوم. و 5 تا آیس ژل که منتظر شما تا ناخن‌های مشتریتون رو زیبا کنید. پک بعدی این پک این بچه‌ها این روش نوشته دیسکو سیلک ژل، یعنی هم دیسکوه هم سیلک ژله. بریم ما هم دیگه اینم آنباکس کنیم. پک بعدی بچه‌ها همونجوری که بالش نوشته اینا هر کدوم کد داره. بالاشون بالای خود آلبوم نوشته که چه لاینیه. این نوشته سرامیک مدل 1. این قسمتش هم نوشته وقتی تهیه می‌کنه. چه سرامیکای خوشگلیه. خیلی جذابه. واقعا جذابه. این سرامیک کد 1. پک بعدی سرامیک ژل کد 2 رنگای فوق‌العاده جذابی داره، توش گلدن، لاین گلدن. امیدوارم که قشنگ تونسته باشیم ببینینش. جمعاً 4 تا پکه. پس شد سرامیک ژل کد 1، سرامیک ژل کد 2، دیسکو آیس ژل و سیلک ژل. تو این فاصله که ما ویدیو رو قطع و وصل کردیم یکی از پکا فروش رفت و دیگه کل موجودی اون پک رو نداریم، ولی دوباره شارژ میشه. من ترجیح دادم که رو پالتی که قبلا پک تدی رو تست کردیم تست کنیم و به خاطر اینکه اون پک رو تموم کردیم این کدای رنگی رو برای تست استفاده میکنیم.
ما فقط صرفا میخواستیم پیگمنتش رو براتون تست بکنیم. این بالایی هم که میبینید توی دیسکریپشن و این قسمت براتون میذارم ویدیوشو. بچه با هم دیگه پیگمنت و کاور برند تدی رو تست کردیم و دیدیم که نسبت به کیفیت و میلش قیمت مناسبی داره. الان که داریم با هم دیگه این ویدیو رو ضبط میکنیم توی این تاریخ پک آیسیل تدی دونه ای میفته، دونه ای 200,000 تومان حدوداً و نسبت به میل کیفیتش قیمت خوبی داره و حتما پیشنهاد میشه که این پک رو تست بکنید. در راجع به پک قبلی تدی یه دونه ویدیو درست کردیم که لینکش رو توی دیسکریپشن حتما براتون گذاشتم، حتما اونو ببینید. خیلی خوشحال میشم که اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و سابسکرایب انجام بدین. مواظب خودتون باشین و خداحافظ.